د خوږې پښتو ژبه زده کړې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. با چینل آموزش زبان شیرین پښتو خوش آمدید. زه علی ام او دلته پښتو ژبه درس ورکوم. من علی هستم و در اینجا براتون زبان پښتو را یاد میتم. درس جدید ما است د پښتو ژبه سوچه توری. حروف خاص زبان پښتو. در زبان پښتو 8 حرف وجود داره که به صورت متفاوت تلفظ و نوشته میشه که در ادامه براتون این 8 حرف تشریح میکنم. اما پیش از اینکه ادامه این ویدیو را ببینین، اگر درس اول حروف الفبا را تماشا نکردین، براتون پیشنهاد میکنم حتما او را اول ببینین و بعد ادامه این ویدیو را تماشا کنین. ت، س، ز، د، ر، گ، خین، نون. حرف ت. حرف ت مانند حرف ت در فارسی می باشه که یک پندک داره و تلفظ از او به این نحو است که زبان خود کمی به سمت عقب قات میکنین و او را تلفظ میکنین، مانند کلمه توته به معنای پارچه. ت. ت این حرف مانند حرف ها می باشه، با این تفاوت که بالای خود 3 نقطه داره و به این قسم نوشته میشه، مانند کلمه تری به معنای پاره. ز. ز این حرف هم مانند حرف ها می باشه، با این تفاوت که بالای خود یک همزه داره، مانند کلمه زلاند به معنای روشن. د. د این حرف مانند دال نوشته میشه، با این تفاوت که پایین خود یک پندک داره و از لحاظ تلفظ دقیقا مانند حرف ت. باید زبان قات کنیم به سمت عقب و او را تلفظ کنیم، مانند کلمه دوده به معنای نان. ر. ر این حرف هم دقیقا مانند ر نوشته میشه، پایینش یک پندک میگذاریم و برای تلفظ از او مانند حرفای ت و د زبان قات میکنیم و تلفظ میکنیم، مانند کلمه روند به معنای کور. گ. گ اما این حرف 2 لهجه داره، یکی به لهجه رسمی پشتو که همی گ میخوانیم و به لهجه قندهار که او را ژ هم میخوانیم، مانند کلمه اوگه و یا اوژه به معنای شانه. خین. خین این حرف هم 2 لهجه داره، لهجه رسمی که همی خین خوانده میشه و به لهجه قندهار که شین هم میخوانیم مانند کلمه خ و یا ش به معنای خوب. نون. نون این حرف هم مانند نون آخر نوشته میشه، پایین خود یک پندک داره و برای تلفظ هم زبان خود قات میکنیم، مانند کلمه نیگنل به معنای اندیشیدن. خب دوستان عزیز، این هم درس تکمیلی حروف الفبای زبان پشتو بود، حروف خاص زبان پشتو که برایتان درس دادم. امیدوار هستم که برایتان مفید بوده باشه. اگر این ویدیو را دوست داشتین او را لایک کنید و اگر میخواید زبان پشتو را به شیوه اکادمیک و بسیار آسان یاد بگیرین، لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس های جدید عقب نمانین. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. ده خدای پامان.